سلام همگی، خوش اومدیم به این ویدیو. قراره تو این ویدیو بریم سراغ دومین شاخه از آموزش گامبی وزیر پذیرفته نشده، یعنی دفاع تاراش. پیشنهاد میکنم ویدیو اول یعنی شاخه پتروسیان رو حتما نگاه کنید و چیزی که جالبه که توی این مسابقات الکترونیک آرتس توی بازی سوم بین هیکارو و آرجون همون شاخه با همون تئوریایی که من بهتون توضیح دادم دقیقاً بازی شد و میتونید ببینید که حالا چیزایی که من بهتون میگم به روزه و حتی تو سطح اولی دنیا هم داره بازی میشه. خب مثل همیشه گامبی وزیر پذیرفته نشده D4 D5 و بعدش C4 و بعدش E6 میشه گامبی وزیر پذیرفته نشده. اسب C3 و اینجا حرکتی که ما رو وارد دفاع تاراش میکنه حرکت جالب C5. بعد C5 ما حقیقتا دو تا انتخاب داریم، یکی این که بزنیم، یکی این که E3 کنیم. E3 به خاطر اینکه جلوی فیل رو میگیره و فیلمون رو یه مقدار غیر فعال میکنه، حرکت خیلی جالبی نیست و لاین زدن لاین درستریه که بیشترم بازی شده و با سیاه با پیادش پس میگیره و اینجا ما اسب F3 میکنیم، دفاع بیشتر از این پیاده. اسب C6 میکنه سیاه، حمله بیشتر به این پیاده و دوباره ما دو تا انتخاب داریم، یکی این که بزنیم که با فیل پس میگیره و فیلش فعال میشه، به گسترشش کمک کردیم دیگه، کنترل قبلی و تنش قبلی رو نداریم و خب اونم لاین جالبیه به هر حال، ولی لاین بهتره برای سفید از نظر من لاین G3. برد بیشتری تو این لاین هست. بعد از F6 فیانتو کردن فیل و فیل E7 قلعه. حالا ما به دو تا انتخاب میرسیم. اگر غیر از این بخواد سیاه گسترش بده، مثلا چه بدونم اینجا بذاره فیلی 7 بیاد مثلا فیل F5 کنه و شما مثلا اسبو آچمز میکنید، دوباره مجبور به فیلی 7 میشه، قلعه میزنیم، پس گرفت، حالا اسب 4. حالا شروع میکنید گیر دادن به این فیل و انجین تقریبا 9 پیاده برتری به سفید میده، یعنی گسترش اون شکلی خیلی فایده برای سیاه نداره. اینجا باید فیلی 7 کنه، قلعه و حالا دو تا حرکت داریم، یه دونه که پیاده رو بزنیم، یه دونه فیل G5. اول که لاین زدن پیاده خب لاین جالبیه، اینجا با فیل میگیره و بعد اسب A4. این حرکت اسب A4 رو قرار زیاد ببینید. این لاین زدن پیاده اگر که بازیکنی هستید که بازیکن به اصطلاح پوزیشنی هستید، براتون میتونه لاین جالبی باشه، چرا که بعد از اینکه فیل رو برگرده فیلی 7 ما حرکت فیلی سر رو بازی میکنیم، کنترل بیشتر روی خونه D5 و بعد از مثلا رخ E8 ما رخ C1 میکنیم، مقدمات از F5 رو بازی میکنیم و اگر هم که فیل G4 کنه با یه H3 میگیم تکلیف ما رو مشخص کن که احتمالا میزنه و شروع میکنیم فشار بیشتر آوردن به این ضعفی که الان ایجاد شده. الان یه پیاده به شدت ضعیفه و ما باید شروع کنیم به این حمله کردن. اگر هم که بعد زدن D4 کنیم ما مستقیم اسب 4 میکنیم که نزنیم. حالا میریم سراغ انتخاب دوم یعنی فیل G5. بعد فیل G5 دو تا انتخاب، یه انتخاب دیگه هم حقیقتا سفید داره که لاین فرعیه به اصطلاح، اونم حرکت B3. جلوتر بهتون توضیح میدم چرا B3. فیل G5 اینجا دو تا انتخاب داره سیاه. در شطرنج قدیم بیشتر حرکت C4 بازی میشد و توی یه مسابقه کاسپاروف مقابل کارپوف زد توی پیاده و کارپوف رو متعجب کرده بود چون که لاینی نبود که بازی بشه. هم C4 رو میگیم هم C در D رو میگیم. C4 دلیل حرکت B3 این بود که نذاریم C4 کنه
دلیل حرکت B3 این بود، ولی خب ما مشکلی حقیقتا با این ساختار نداریم. ما اینجا اسبی 5 میکنیم و اینجا زدن براش خوب نیست، چون بعد از زدن و برداشتن اسب و این تعویض ها ما اینجا میبینید که انجین حدود 1.7 پیاده برتری به ما میده. بسیار ما فعالتریم، فیلش هنوز گسترش پیدا نکرده، بعد از 14-15 حرکت هنوز فیل گسترش پیدا نکرده. وضعیت رو ببینیم که بهترین حرکت شایش 8. وضعیت خیلی خوبیه برای سفید. در ادامه میتونه اسب رو برونه که پیاده رو بگیره و از این کار. پس زدن اسب براش انتخاب خوبی نیست. H6 هم براش انتخاب خوبی نمیتونه باشه، چون میزنیم و بعد اینکه پس گرفت میزنیم تو این پیاده و بعد از این تعویض ها ما یه اسب مرکزی بسیار قدرتمند داریم، یه اسب به اصطلاح اختاپوس، و به شدت میتونه سیاه رو اذیت کنه. کنترل خوبی داریم، ستونهای باز و نیمه باز رو قراره در اختیار پیدا بگیریم و فعالیت بیشتری کسب کردیم. و H6 هم خوب نیست. این حرکت درست فیل E6 که ما میزنیم در اسب و ساختار پیاده‌ای ضعیف سیاه رو میبینید که اینجا هم B3 میکنیم، بهش حمله میکنیم. حالا مثلا اگر بخواد با فیل حمله کنه هم اسب 4 داریم، هم وزیر 3-2. اگر هم بخواد که با وزیر حمله کنه ما اسب 4 بازیم. خب برای الان 3-4 اگر بزنه چی؟ اگر بزنه ما با اسب میزنیم و اینجا حرکت درست H6 برمیگردیم، کنترل بیشتر این خونه و بعد از رخ E8 رخ 3-1 اینجا سیاه 2 تا انتخاب داره که بهترین انتخاب فیل F8. اصلا رخ اومد E8، همین که ستون نیمه باز رو بگیره، همین که این خونه F8 رو برای فیلش خالی بکنه. حالا طرح ما چیه؟ زدن در اسب و پس گرفتن با پیاده. شروع پیشروی به دلیل ضعف‌هایی که توی ساختار پیاده سیاه به وجود اومده، مثلا این ضعفه، اینا خب ضعیفن دیگه، بهشون راحت میشه حمله کرد. اسب 4 بعد از دفاع از پیاده ما اینجا حرکت فیل 3-5 رو بازی میکنیم، باید بزنه و ما با اسب پس میگیریم و بعد فشار بیشتر به این 2 تا پیاده میتونه باعث بشه به خصوص این 2-1 که میتونیم بسازیم، یه پیاده رونده میتونیم درست کنیم. البته اگر که این پیاده رو بگیریم میتونه باعث برد ما بشه. اینجا حرکت دیگه غیر از روخیهش برای برگشتن فیل، مثلا چه بدونم بخواد فیل G4 بازی کنه، وزیر A5 وزیر رو اضافه میکنیم به حمله توی جناح وزیر و وزیر D7 پیاده رو میزنیم و بعد از این تعویض ها حقیقتا سفیدی که برتری داره و سیاه بازی خاصی اونچنان نمیتونه پیدا بکنه، به خصوص با این یه پیاده‌ای که گرفته سفید و اگر که ازش به درست استفاده کنه میتونه که ببره. خب من تا حد زیادی از لاین‌های دفاع تاراش رو براتون توضیح دادم. دفاع تاراش به نسبت شاخه پتروسیان ساده تر بود، اکثرا 1-2 تا انتخاب بیشتر نبود. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. ممنون میشم حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی، فعلا.